ایدیگول قاسمزاده وکیل پارلمانی تاجیکستان و رئیس سابق کمیته کاربازان روز 22 ایول درگذشت. او 53 سال داشت. بعضی از همکاران سابقش بر رادیو آزادی گفتند قاسمزاده طی 2 هفته اخیر با نشانه‌های بیماری همگیر در شفاخانه یکم سویتسکی بستری بود. قاسمزاده ایدیگول 4 ینوری سال 1968 در ناحیه وخش به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده آموزگاری شهری باختر می باشد. دکتر علم‌های پداگوژیست. سال 1990 1992 کاتب مسئول شعبه کار با نابالغان حکومتی ناحیه وخش بود. نخست در مکتب زادگاهش درس میگفت. قاسمزاده سال 2003 به دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم اولغزاده به کار درآمد و در این مؤسسه تا سال 2015 فعالیت داشت. او در دانشکده مذکور تا به زینه معاونی رکتور رسید. از ینوری سال 2017 تا سال 2020 رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود. 1 مارس سال 2020 وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. ایدیگول قاسمزاده همگی 53 سال داشت. اهل ایجادی سامانه پرستیجی و خانواده و پیوندان ایدیگول قاسمزاده اظهار تسلیت نموده از درگاه خداوند خواهان آنند که منزل آخرتی این بانو را از نور ایمان منور گرداند.